این ویدیویی که آماده کردیم پیشنهاد یکی از شماست. فرزانه عزیز ویدیو کوتاهی از جنگ حیوونا رو برام ارسال کرده و من برای اولین بار قرار ببینمشون و احساسمو بیان کنم. پس بدو برید. اوه ببین با چم شروع شد. همین اول کاری نه بگین تو اول برو اسم حیوونا رو یاد بگیر بعد بیا روایت کن. فکر میکنم اینا گاو وحشی باشن که اینطوری افتادن بدون هم. توی دنیای وحش هیچی به اندازه جنگ با هم نوع برام عجیب غریب نیست واقعا. شکاری هم که تو این تصویر دیده نمیشه که دعواشون سر اون باشه. واقعا یعنی مشکلشون چیه؟ یعنی واقعیه؟ ببین تو رو خدا، یعنی شاخاشون تو دعوا گیر کرده، بقیه بدنشون حیوانای دیگه خوردن حتما. وای دلم ریش شد. همیشه شنیده بودم کانگورو خیلی ماهیچه‌های ورزیده‌ای دارن. قشنگ پرتش کرد. چجوری هم نگاه میکنه؟ خیالش راحت شد انگار. اینا دوتا دیگه هن یا همونا؟ خدایی انگار دوره دیدن و اینم یه ورزش خاصه. قشنگ تصور میکنم میتونستم وسط یه میدون مبارزه واقعی باشم با یه عالم تماشاچی. خطا کرد که لگد خطاست. و اینا چه اینطوری مثل آدم باسدن دارن بزن میکنن؟ دیگه خیلی قویه. بابا چیه وایستادین تماشا؟ یکی بره جداشون کنه دیگه تا نکشتن همون. کوچولو آخه جوجه تو چی میگی؟ تومه 5 برابری پیدا کردی؟ خدا کمکم کن اشتباه نگم. این یه شیر نوجوانه، اونم فکر میکنم لاما باشه. میبینی هی به خست گردنش میپره. قشنگ انگار دوره تخصصی دیده، مثل اینا که آمپول میزنن براشون محدود مشخص میکنن. چقدر سرعت لاما زیاده. قشنگ تونست فرار کنه، باورم نمیشه. بذار اینو دیگه با اطمینان بگم، مرغ ماهی خاره دیگه. با قشنگ ماهی نصف هیکلشه. الحق که خوب اسمی برات گذاشتن. اینجا سطحی نیست که بخواد اول ماهی رو بکشه، نکنه قرار زنده بخورتش. یعنی ماهی ها اینقدر رو سطح آب شنا میکنن که این پرنده ها میتونن شکارشون کنن. اول شد که از دهنش دوباره گرفتش. هنوز زنده است. وای داره قورتش میده کامل. بله. واسه ببینم مرغ ماهی ها رنگ سفید نبود؟ چقدر جالب لبه نوکش نه؟ این خلاب میمونه. خب ببینیم ماجرای این خوکا چیه؟ یه عالم تمساح تو آبه. چجوری فرز گرفتش؟ همه با هم حمله کردن. تو کسری از ثانیه نفسش رو گرفتن. وای مثل این که این مومانگور خره نتونست زورش به این پلنگه برسه. وای الهی، بچهش رو داره میخوره. میبینه کاری از دستش بر نمیاد. ببین چجوری داره با خودش میپیچه و بچهش رو نگاه میکنه. این خیلی بد بود واقعا خیلی حس دردناکه وقتی میدونیم حیوونا هم به بچه هاشون حس دارن. وای پوستش کرد به خدا، دیدی؟ دلم نمیاد بقیه‌اش رو ببینم. چیکار میکنه؟ داره گازش میگیره؟ قربون دومت که اونطوری تکون میدی. یعنی چی الان؟ این همه وقت رو بچه بود، بچه زنده است هنوز؟ خیلی عجیب بود واقعا. اشتباه کردم. باید قبلش یه دور میزدم گوگل میکردم که اینطوری گیر نیفتم. اینا گاو وحشی هن دیگه دوباره. آره شیره رو ببین کجا رفته از دستشون. ولی روش کم نمیشه هنوز. قیافه وحشتناک از خودش در میاره. میزن تو کلش. خیلی خنده داره. بریم پی کارتون دیگه. خانم شیره وقت نداره، عجله داره. اینم باز مرغ ماهی خاره؟ اینا مگه فقط ماهی نمیخورن؟ بچه اردک نبود؟ ولی چقدر بد.
پس اردک‌ها هم تو دریاچه آرامش ندارن. هیچ ایده‌ای نداشتم واقعا از قبل راجع به این موضوع. خیلی باسم عجیب بود. اینو هم زنده میخواد قورت بده. این کوچیکتر از ماهیه ها، ولی احتمالاً به خاطر پراش سخته براش قورت دادنش. با میبینی تو گلوش داره حرکت میکنه. این ببرای باندم که دیگه دارن خیلی خودخوابازی در میارن ها. با هم بخورین کیف کنین دیگه. عجبا. ببینم اصلا نکنه این دعوا نیست ها. خوشحالی بعد از شکاره. از کجا معلوم؟ خوشحالم که تا آخر دیدی. اگه هنوز عضو خانواده ما نشدی، بود و سابسکرایب کن.